خدا از درون مرد زن را آفرید. در مرکز ششم اگر از جراحان مغز بپرسید با من هم صدا خواهید بود. آنها میگویند که مغز به 2 نیمکره تقسیم شده، مرد و زن. نیمکره راست و نیمکره چپ. نیمکره چپ مردانه است و نیمکره راست زنانه. نیمکره راست با دست چپ در ارتباط است و همین خاطر دست چپ مورد بیمهری قرار میگیرد. حتی لعن و نفرین می شود. دست راست با نیمکره چپ در ارتباط است و همین خاطر دست راست درست و دست چپ نادرست به نظر می رسد. این جهانی است که جهتگیری مردانه دارد، جهانی که بر آن مردان سروری می کنند. دست راست نمادی مردانه است، دست چپ نمادی زنانه. و مغز شما به 2 نیمکره تقسیم شده است. یک شاعر نیمکره دیگری را به کار می‌گیرد تا یک منطق‌دان. شاعر زنانه است. تصادفی نیست که با نگاه به شاعر بزرگ زنانگی نیرومندی را در او می‌بینید. گیرایی، زیبایی، جاذبه، نیروی شگفت جذابیت، کاریزمای زنانه‌ای را در آنها می‌یابید. اگر به یک نقاش نگاه کنید او را اندکی زنانه خواهید یافت. لباس او، موهای بلند او، طرز راه رفتن او بیشتر زنانه است. آیا چیزی از بودیستاوایی شنیده اید که چینی ها او را کوائین نامیدند؟ در هند بودیستایی بسیار مهربان زندگی می کرده. راهبی بودایی. اما وقتی بودیسم به چین قدم گذاشت به نظر چینی ها عجیب می یابد که یک مرد در آن حد دلسوز باشد. به همین سبب آنها فکر کردند او باید زن بوده باشد و بدین ترتیب او را زن تصور کردند و قرنها به عنوان زن ستایش می کردند. این داستان معنای شگفت دارد. بودا بیشتر به یک زن شبیه است تا به یک مرد. سیمای او و گیرایی او. مرکز ششم خود را تسلیم کرده. منطق خود را به عشق تسلیم کرده. استدلال تسلیم احساس شده. خشونت خود را به پذیرندگی واگذار کرده است. تنش به همکاری دگردیسی یافته. اکنون دیگر جدالی میان جزء و کل در میان نیست. جزء با کل جاری است. جزء خود را رها کرده و کل او را